خب حالا به نوبت هر کی میخواد از دروازه رد بشه بیاد که اینجا انگشتش کنم. دست شما در نکنم. بده. سپاس گذارم. نفر بعدی. وزیر این چه مردمی است که ما داریم؟ انگشت در چیزشون کردیم و باز صدایشون در نیامده است. قربان خودم هم هنگ کردم، دیگر فکری به مغزم نمیرسه. تنها راهش این است که اعلام کنیم هر کس از دروازه شهر بخواهد عبور کند باید توسط غلام‌های سیاه ما مورد تجاوز قرار بگیرد. بالاخره یک نفر از میان این همه شونی بلند میشود و اعتراض میکند. به دستور پادشاه از این به بعد هر کس که بخواد از دروازه شهر عبور کند باید توسط غلام‌های سیاه پادشاه مورد تجاوز قرار بگیرد و کسی که از این دستور سرپیچی کند توسط ماموران پادشاه گردن زده خواهد شد. حالا به نوبت هر کی میخواد از دروازه رد بشه بیاد. سپاس گذارم. نفر بعدی. دایی بابا این چه وضعشه؟ چرا کسی به داد ما نمیرسه؟ این مملکت صاف نداره. وزیر انگار بالاخره یک نفر صدایش در اومد. حتما اون همون مرد شجاعی است که باید جانشین من بشود. قربان دیدی گفتم جواب بده؟ او حتما مرد شجاعی است که از طرز چونه صدایش را بلند کرده. دیدی گفتم ای مرد تو کی هستی؟ چرا صدایت را اینجوری بالا بردی؟ تو چه؟ من میخوام پادشاه رو ببینم. اعتراض دارم. اعتراض. اصلا دی شجاعت. من خودم پادشاه هستم. اعتراضت را بگو. شما پادشاهی؟ آره. اعتراضت بگو. قربان اعتراض من این است که تعداد بکنهایتان را زیاد بکنید. این نمیشود که هزاران آدم در صف منتظر 2 نفر باشند. تعداد بکنها را زیاد بکنید تا ما بتوانیم زودتر به کار زندگیمان برسیم. اینم از مرد شجاعی که گفتی اعتراض میکند که بکنها را زیاد کنیم. ای روزگار بعد مرگ من آینده این کشور بسیار سیاه خواهد بود.